سلام، به نظر شما پای نتورک میتونه شما رو میلیاردر کنه یا نه؟ ببینید توی چند سال گذشته توکن های زیادی تو بسترهای مختلفی اومدن و یه سری هیجانات رو توی بازار ایجاد کردن و یه سری امیدواری هایی رو به کاربران دادن، مخصوصا کاربران ایرانی که خیلی زود باور میکنن و من احساس میکنم این زود باور کردن و این امیدوار بودن و هیجانی شدن به خاطر اینه که یه سری از کاربرای ما که توی این زمینه سرمایه گذاری های زیادی هم کردن اطلاعات کافی در مورد بلاکچین یا در مورد شبکه یا در مورد کل محیط کریپتوکارنسی ندارن و فقط اونا منبعشون یه سری اساتیدیه که توی اینستاگرام یا یوتیوب میان یه سری حرفهایی رو برای گرفتن فالوور یا برای گرفتن ویو یوتیوب میزنن با یه سری تیترایی که واقعا منطقی نیست. میدونید یه سری حرفا و یه سری امیدواری هایی رو میگن که من نمیدونم این دوستان واقعا خودشون به این حرفایی که میزنن ایمان دارن یا نه. ببین یه زمانی همستر اومد، یه سریا شبانه روزی تپ میکردن رو صفحه گوشیشون و فکر میکردن که همستر قرار قیمت خیلی بالایی رو تاچ کنه یا عددهای زیادی برسه. من بازیشو نداشتم رو گوشیم و واقعا اطلاعات کافی رو ندارم، ولی میدونم که سکه‌های جمع میکردن، قرار بود اتفاقای بزرگی بیفته که نشد. خب منطقی هم نبود که بشه. ببین اون حجم از کاربران و اون حجم از منابعی یا سکه هایی که جمع کرده بودن اگر قرار بود با یک قیمت بالا لیست بشه عملا منطقی نبود اون عددها و رقم هایی که اساتید ما توی اینستاگرام و یوتیوب و کانال های تلگرامی و اینا در موردش صحبت میکردن. ببین دوست من، هیچ وقت قرار نیست شما با تپ کردن روی گوشیت یا با نصب کردن یک اپلیکیشن یا روشن کردن یک ماینری که روی یک گوشی معمولی نصب شده یا یه عددی رو روزانه توی اپلیکیشن بهت نشون میده، قرار نیست با این چیزها شما میلیاردر شی یا عددهای زیادی به حسابت واریز شه یا اتفاق خاصی برات بیفته. الان هم پای نتورک یکی دیگه از هموناست. ببینید یک زمانی همستر اومد، یه سری از دوستان با تپ کردن روی گوشیشون شبانه روزی مشغول بودن. حالا من خیلی اطلاعات ندارم چون اصلا نصبش نکردم و یه سری توکن ها فکر میکنم سکه های جمع میکردن، قرار بود به توکن همستر تبدیل شه، فکر میکنن یه عددهای زیادی رو میبینه به خودش و یه پول زیادی بهشون میرسه که دیدیم نشد، واقعا منطقی نبود. بعد از اونم فکر میکنم چند تا ارز دیگه اومدن، حالا من خیلی اسمشون رو نمیدونم و نمیخوام وارد اون بحث بشم. من بیشتر میخوام در مورد پای نتورک که 5-6 سالی هستش این اپلیکیشنش و این توکن عرضه شده، عرضه که نشده ببخشید، فقط اسمش بوده و با یه سری اپلیکیشن های رو گوشی دکمه ماینو میزدی روشن میشد، یک عددی رو روزانه بهت میداد، شما دوستاتو دعوت میکردی و زیر مجموعه گیری میکردی، طبق اونا یه عدد اضافه تری توکن پای رو به ولت که نداشت، به همون اپلیکیشنی که ماین میکردی اضافه میکرد. من این اپلیکیشن رو فکر میکنم 4 سال پیش رو گوشیم داشتم، یکی 2-3 ماهی هم فکر میکنم روش کار کردم، دکمه ماین رو میزدم روزانه یک بار، یک عددی رو ماین میکرد برام و حدود 85 تا 86 تا پای نتورک توی گوشیم داشتم که بعدش دیدم دیگه خبری نشد، اتفاقی نیفتاد، نه پیشرفتی نه لیستی، هیچ چیزی توی پای نتورک ندیدم و رو گوشیم پاکش کردم تا این اواخر که دیدم لیست شده توی 1-2 تا از صرافی‌ها و قیمت گذاری شده، دوباره برگردوندمش رو گوشیم نصبش کردم، واردش شدم، در حدود 85 تا پای دارم و اینکه اگر هم بتونم احراز هویتمو کامل کنم و تلاش کنم که اون رو احراز هویتمو تکمیل کنم، قطعا 85 تا رو میفروشم در همین لحظه. این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم پای نتورک حدود 1.7 تا 1.8 دلار قیمت گذاری شده و اینکه منتظر عدد بیشتری هم نیستم ازش و من به دوستایی که از نزدیک میشناختمشون یا به شمایی که داری این ویدیو رو میبینی توصیه میکنم که توی همین قیمت ها، حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر، سعی کنی اگر تونستی احراز هویتت رو کامل کنی پای نتورک رو بفروشی، چون که به نظر من قرار نیست اتفاق عجیب غریبی بیفته. یه سری از کانال‌ها تیتر میزنن جایگزین بیت کوین قرار بشه پای نتورک، بیت کوین آینده است پای نتورک، که من نمیدونم واقعا یا اونا بیشتر به دنبال گرفتن ویو و فالوورن یا اینکه اطلاعات کافی رو ندارن
چون از بلاک چین بیت کوین خبر ندارن، از اینکه بیت کوین قراره چه کارهایی انجام بده و رو چه شبکه‌ای و با چه پلتفرمی داره کار میکنه، اطلاعاتشون متاسفانه کمه و نمیشه گفتش که مقصرن. اونا تحت هیجانات بازار یه سری ویدیوهای از آدمایی که تجربه بیشتری دارن میبینن، فکر میکنن که عددهای زیادی رو قراره که پای نتورک تاچ کنه، اما عملا اینطوری نیست و دلیل هم براش دارم که حالا در ادامه بهتون توضیح میدم. فقط یه نکته جالبی رو میخواستم بهتون بگم. چند روز پیش من یه ویدیویی میدم از یکی از اساتید بزرگوار ایران توی یوتیوب که داشت صحبت میکرد که میگفت پای نتورک قرار $314 قیمتش بشه. دلیلش هم خیلی جالب بود برای این موضوع. دلیلی که داشتن ایشون این بود که چون عدد پای نتورک، ببخشید، چون نماد پای نتورک عدد پی ریاضیه و عدد پی ریاضی 3.14 صدمه، پس پای نتورک میشه $314. من نمیدونم این دوستمون از کجا به این نتیجه رسیده بودن یا با چه فرمولی حساب کرده بودن. اصلا ایشون میدونن که قیمت چجوری شکل میگیره. ببینید قیمت رو میزان عرضه و تقاضای یک ارز تعیین میکنه. یعنی اینجوری نیستش که چون نماد پای نتورک عدد پی ریاضیه پس قیمت پای نتورک میشه $314. مگه اصلا استیبل کوینه که شما بتونی عدد دقیقی تعریف کنی بگی عدد پای نتورک میشه $314؟ بعد همین دوستم میگفت من 1200 تا پای نتورک توی برنامه‌ام دارم، ماین کردم، ضرب در $314 میکرد، بعد ضرب در دلار 90 و نمیدونم چند هزار تومانی که میشد یک عدد 10-12 میلیارد تومانی، که میگفت من تا چند وقت دیگه که بتونم احراز هویتمو کامل کنم این عدد رو برداشت میکنم میفروشم، تا اون موقع که احراز هویتم کامل بشه این میشه پای نتورک $314. نمیدونم. ببینید یه توضیح کامل که فکر نکنم حوصلتون سر میره، یه توضیح جزئی در مورد قیمت بهتون بدم. ببینید قیمت رو آخرین معامله‌ای که انجام شده قیمت رو تعیین میکنه. یعنی قیمت یک ارز بر اساس آخرین معامله انجام شده روی اون ارز شکل میگیره. خب حالا برای اینکه یک قیمت یک ارز بره بالا طبیعتاً باید میزان خریداران و متقاضیان برای اون ارز بیشتر از فروشندگان باشه که این متقاضی و خریداران بتونن قیمت‌های بالاتری از خریداران اون ارز رو بخرن و اینجوری آخرین قیمت میشه قیمت اون ارز و قیمت بالا میره. زمانی که میزان عرضه یعنی فروشندگان بیشتر از خریداران میشه اون موقع قیمت مجبوره که پایین بیاد. قیمت اینجوری تعیین میشه. قیمت نه با نماد ارزی تعیین میشه نه با خوب بودن یک ارزی تعیین میشه. مثلا یه سری از دوستان میبینیم هر ارزی رو میبینن میگن این ارز خوبیه، میگم چرا؟ میگن فلانی گفته خوبه. من اون سری از یکی از دوستان پرسیدم گفتم یه ارز بد به من معرفی میکنی؟ در مورد هر ارزی که صحبت میشه شون میگن خوبه، این ارز خوبیه. بعد میگه چرا؟ دلیلی نداره اصلا، یعنی نمیدونه رو چه شبکه این ارز کار میکنه، نمیدونه اصلا، نه تا حالا وایت پیپرشو خونده، هیچی نمیدونه، اصلا نمیدونه این ارز شبکه از خودش داره یا نداره، رو چه بلاک چینی فعاله، هیچی نمیدونه. فقط میگه که ارز خوبیه. چرا؟ چون استاد فلانی یا آقای فلانی توی یوتیوب گفته، توی اینستاگرام گفته. ببینید به این چیزا خیلی توجه نکنید. متاسفانه خبرهای فیک و امیدواریهای اینجوری تو کامیونیتی ایرانی خیلی زیاده و من نمیدونم چرا ماها کلن، من هم شاید جزئی از شما بودم شاید باشم، ماها خیلی دوست داریم که هیجانی بشیم، دوست داریم که یه اتفاق خوبی یهو برامون بیفته. شاید از لحاظ اقتصادی، از لحاظ شرایطی حق داریم که منتظر یه اتفاق خوب، یه خبر خوب باشیم، اما متاسفانه اینطوری نیست. یعنی هیچ وقت قرار نیستش که یک ارزی بیاد و این اتفاقا رو رقم بزنه و ما تعداد زیادی از آدمایی که منتظر این اتفاق هستیم یهو همه با هم پولدار شیم و تمام مشکلاتیم که توی این اقتصاد و توی این جامعه داشتیم یک شبه برطرف شه. نه، واقعیت اینه که اینطوری نیست. ببین الان من حدود 85 تا پای نتورک دارم. حالا حدود 1.7 تا 1.8 دلار قیمت گذاری شده در همین لحظه. من حالا تا احراز هویتم بکنم اگر بتونم رو $2 بفروشم میشه حدود $170. $170 حدود 17-18 میلیون تومان به پول امروز ما میشه فروختش و به قول معروف یه همچین عددی 17-18 تومانی دستمو میگیره. به نظر من خوبه برای 2 ماه یه تاچ کردن یه دکمه، اونم برای روزی یک بار، عدد منطقیه دیگه. خب خوبه، نمیشه گفت، نمیتونم انتظار داشته باشم که من الان روی این
پای نتورک بخوام چندین میلیارد پول بگیرم. لطفاً هیجاناتتون رو بذارید کنار. ببین من خودم یه دوستی رو میشناسم که بالای 1000 تا پای نتورک داره. چند روز پیش که باهاش صحبت میکردم یکی از دوستان نزدیکم هم هست، بهش گفتم فلانی این ارزاتو بفروش، اگر احراز هویتت تو کامل شد که این مراحلشو داری طی میکنی، هر لحظه ای که انجام شد این پایو بفروش، بسه. ببین شما الان روی 1,700 تا میشه $1700، یه چیز حدود 200 میلیون تومان دارید از همین تاچ کردن در میاری دیگه. خب عدد منتظر چی هستی؟ میگفتش که نه من منتظرم زیر $30 نمیفروشم. ببینید الان خیلی‌ها هنوز احراز هویتشون رو کامل نکردن، خیلی‌ها هنوز برای فروش نذاشتن. زمانی که احراز هویت‌ها از چند وقت دیگه تموم بشه و حجم فروشندگان که زیاد بشه، قیمت ناچاره که پایین بیاد. و پیش بینی من اینه که قیمت پای نتورک هم مثل همستر، مثل ارزهای دیگه خیلی میاد پایین. پس سعی کنید رو همین قیمت سیو سود کنید. این پولی که حالا نمیخوام بگم مفت، از باهوشی شما به دست اومده، از اطلاعات شما به دست اومده، حیفش نکنید. ان شاءالله بتونید برش دارید. یه عددیه که به درد هممون میخوره، حالا کمتر و بیشتر. من فکر میکنم کمترینش باشم با 85-6 تا پای. خیلیاتون بیشتر از من قطعا دارید، اونایی که 6 ماه مدام این ماینرش رو روشن کردن قطعا تعداد پایایی که دارن از من بیشتره. پس در نتیجه عدد خوبیه، 20 تومن، 30 تومن، 5 تومن، 10 تومن، هر عددی شد بردارید و بزنید به یه زخمتون، بزنید به یه زخم زندگیتون. ایشالله که حالا تو فرصت‌های بهتری یک موقعیت بهتری پیش میاد، یا میتونید یک سیو سود بیشتری بکنید از ارزهای دیگه‌ای، یا همین رو میتونید تو یک ارز دیگه سرمایه گذاری کنید، یک ارز که حالا طبق تحلیل‌های چارت میتونید بررسی کنید، همین عدد رو بردارید روی یه جای دیگه سرمایه گذاری کنید که بتونید کم کم بیشترش کنید. ببینید اصول درست سرمایه گذاری رو شما باید یاد بگیرید. فرقی نمیکنه که 100 میلیون تومان پول دارید یا 10 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان. شما باید اصول درست و راه و روش درست سرمایه گذاری رو آموزش ببینید. من هم دوره برای آموزش ندارم که به شما بفروشم، من هم از جای آموزش ندیدم. من از سعی و خطای خودم، از ضررهایی که کردم کم کم یاد گرفتم، تونستم هیجاناتم رو کنترل کنم، تونستم به اعصاب و روانم و به این فریب‌های تو بازار تسلط داشته باشم تا بتونم ذره ذره یک عددی رو بتونم به عددهای بزرگتری تبدیل کنم. شما هم همینطور. حالا هم آموزش‌های رایگان توی اینترنت خیلی زیاده، هم دوره‌های مختلفی هست میتونید بخرید از اساتیدی که واقعاً چیزی برای گفتن دارن، نه اینکه فقط بخوان رویا و امید به شما بفروشن. از اونا تهیه کنید، اصول درست سرمایه گذاری رو یاد بگیرید، بدونید چجوری میشه یک عددی رو بزرگتر کرد. حالا اون عدد به فرقی نمیکنه چقدر باشه، شما درصد سودی که از یک سرمایه گذاری به دست میاری و میسازی مهمه. خب حالا میخوام در مورد این شت کوین هایی که یهو لیست میشن یا یه پامپ عجیبی توش میبینیم، یهو مثلا تو سایت کوین مارکت کپ میبینیم یک ارزی امروز مثلا بالای 1500% سود داده، یه ارزی نمیدونم زده 2000% سود داده و یه عدد سبز بزرگ بغلش میبینیم، هیجانی میشیم، میگیم مثلا من اگه اینو میخریدم الان 1500% سود کرده بودم، اگر $100 میخریدم الان نمیدونم $1500 داشتم. یه سری عددهای اینجوری که میبینیم، یه توضیح بدم، شاید حالا یه سریاتون اطلاعات کافی نداشته باشید تو این زمینه. ببینید دوستان، شما با چند تا کلیک ساده در کمتر از 5 دقیقه میتونید یک توکن روی بسترهای مختلف رو ایجاد کنید. خب هر اسمی هم که خودت دلت بخواد میتونی براش بذاری و هر تعداد توکن هم که خودت دلت بخواد میتونی موقع ساختن اون توکن تعداد تعریف کنی، اون عدد توی ولت شما به عنوان اونر یا مالک اون توکن برای شما ایجاد میشه. حالا شما فکر کن من یک آدمی هستم که یک توکنی رو یا یک شت کوینی رو ایجاد میکنم روی یه بستری، حالا خیلی مهم نیست، یه اسمی براش میذارم و توی 5 تا گوشی 100 تا ولت روی تراست ولتام ایجاد میکنم و شروع میکنم به خرید و فروش کردن توکن خودم بین ولت های خودم. یعنی از این ولتم به این ولتم میفروشم، از این یکی ولتم میام از این میخرم، از این به اون یکی میفروشم. یه سری معاملاتی رو روزانه ایجاد میکنم بین ولت های خودم، بین این 100 تا ولت خودم و به قول معروف یه خورده بازارش رو داغ میکنم. حالا
شمایی که دنبال شت کوین هایی میگردی که داره رشد میکنه و داره معامله میشه، کم کم شاخکات تیز میشه، میای این ارز منو پیدا میکنی. حالا من این وسط اگر خودم تریبونی داشتم، اگر آدم معروفی بودم، اگر آدم مهمی بودم، خودم میام یه سری تبلیغاتی رو خودم در مورد این شت کوینی که مال خودمه انجام میدم. اگر نبودم 200 تا $50 یا $100 به یه سری از آدم هایی که تریبون دارن میدم، یه سری تبلیغات توییتری، یه سری تبلیغات اینستاگرامی یا یه سری تبلیغات یوتیوبی براش انجام میدم که یه خورده تو اون دوره‌ای که خودم هم دارم معاملات رو شکل میدم، ارزم بیشتر به چشم بیاد، این توکن هم بیشتر به چشم بیاد. یه سری هشتگ‌ها و یه سری تیترا توی توییتر انجام میدم که فلان ارز قراره که رشد 10,000% رو به زودی ببینه. حالا شمایی که دنبال همچین موقعیت‌هایی میگردی، ممکنه بیای $10 $20 $50 $100 رو اصلا نادیده بگیری. به قول معروف شاید حتی بگی من اینو نادیده میگیرم و این ارزو میخرم، اما در تعداد همون خریدهای کوچیک شما باعث میشه که ارز من یک افزایش قیمت شدیدی داشته باشه و یک پامپی رو تجربه کنه. حالا شما هم در این وسط انجام میدی، خودم از بیرون $2,000 میارم و یه خرید $2,000 انجام میدم و این ارزم رو یک رشد 200-300% هم میدم بهش و اون موقع است که همه شروع میکنن به صحبت کردن در مورد ارز من. هر کسی میاد به دوستاش معرفی میکنه، همه اون ارز رو میخرن و وقتی که قیمت به بالای بالا رسید، اون توکنایی که اول برای خودم ایجاد کرده بودم و مفت برام در اومده بود رو دونه دونه به اون کسایی که رو قیمت بالا دارن خرید میکنن دونه دونه به اونا میفروشم. بعد از اینکه توکنامو فروختم ولش میکنم، دیگه کاری باش ندارم. من توکنام رو مفت گرفتم و با یک سرمایه کم $50 اومدم $500,000 به جیب زدم و دیگه کاری باهاتون ندارم. شما میمونی و اون ارزا که من انقدر برای فروش گذاشتم که قیمتش هم اومده پایین و دیگه معمولا چون معاملات خودم هم از کار افتاده، معامله خاصی نمیشه. بعد از یه مدت هم شما فراموش میکنی، قیمت هم تقریبا به صفر نزدیک میشه، شما احتمالاً اصلا رو گوشید اونو پاک میکنی یا به قول معروف ولتتو میذاری کنار رو یاد میره. ولی من این وسط $500,000 حداقل به جیب زدم. حالا داستان از کجا شروع میشه؟ این تازه شروع ماجراست، این پایان کار نیست. چرا؟ چون من تازه ولتم رفته تو لیست ولت هایی که تونسته $50 رو به $500,000 تبدیل کنه توی مثلا مدت 2 ماه. خب حالا وقتشه که شت کوین دوم بسازم. حالا میام یه ارز دیگه ای میسازم، یه اسم جدید براش میذارم و شروع میکنم به توییت زدن، شروع میکنم به تبلیغ کردن در مورد اون ولتی که تونسته $50 رو به $500,000 تو 2 ماه برسونه. میام میگم آقا اون ولتی که بود $50 رو کرده بود $500,000 توی 2 ماه، اون ولت شروع کرده به خریدن این ارز. شما که نمیدونی اون ولت منم، شما هم میای به دنبال من و با امید این که بتونی توی این ارز اون کاری که اون ولته کرده بود و انجام بدی، شروع میکنی به خریدن این ارز. احتمالاً این دفعه سرمایه بیشتری رو میذاری تو بازار توی این ارز و من این دفعه احتمالاً یه پول بیشتری رو به جیب میزنم و بازم این ارزم سرنوشتش به ارز قبلی دچار میشه، مثل همون تقریبا بعد یه مدت ولش میکنم و قیمتش بازم به صفر نزدیک میشه و شما بازم ضرر میکنی. من تونستم این دفعه پول بیشتری نسبت به توکن و شت کوین قبلیم به دست بیارم. ببینید اتفاقات تو بازار میفته متاسفانه و نه از طرف آدم‌های معمولی. من اینا رو نمیگم، اصلا من اینا رو به شما توضیح ندادم که شما از فردا به فکر این بیفتی که بری همچین کلاهبرداری بکنی، بری همچین کاری بکنی یا برنامه‌ریزی کنی برای اینکه بتونی همچین پولی رو بسازی. اینا رو دارم به شما میگم برای اینکه اطلاعات کافی داشته باشید، برای اینکه بدونید و هیجانی نشید، برای اینکه گول یه سری از اخبار، یه سری از کانال‌های تلگرامی یا کانال‌های یوتیوبی یا یه سری از توییت ها رو نخورید. خیلی با هیجان اون پولی که از دسترنجتون به دست اومده رو خیلی آسون نذارید توی بازاری، خیلی آسون از دستش ندید. حالا این داستانی که من تعریف کردم و شما فکر کنم من یک آدمی باشم مثل آقای پاول دوروف مالک تلگرام، یه همچین رسانه پر مخاطبی در اختیارم باشه، یه همچین تریبونی در اختیارم باشه، اون وقت شما خیلی بیشتر به حرفای من باور میکنی. کافی خودم یک توییت در مورد ارز خودم بزنم، همون اتفاقی که برای همستر افتاد.
خب داستان دیگه نیاز به توضیح دادن نداره، داستان آشناییه براتون. کاری که آقای پاول دوروف کرد، مالک تلگرام، هم تونست یه پول زیادی از خرید و فروش این ارز به جیب بزنه، همین که تونست تلگرامش رو پر مخاطب تر بکنه. خیلی‌ها که تلگرام نداشتن مجبور شدن تلگرام رو گوشیشون نصب کردن. ببین این اتفاقات متاسفانه میفته توی بازار و این شمایی که باید اطلاعات داشته باشی، این شمایی که باید یاد بگیری، باید با اطلاعات و با علم سرمایه گذاری کنی توی هر حوزه‌ای. اصلا صحبت کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال نیست، صحبت علم و دونستن منی که توی حوزه مثلا بورس ایران سررشته‌ای ندارم، تا حالا امتحان نکردم، طبیعتا نمیبرم پولمو توی بورس ایران بذارم. اگر خواستم توی بورس فعالیت کنم میرم یه خورده آموزش میبینم، با عددهای کمی سعی و خطا میکنم، یه خورده به قول معروف یاد میگیرم، بعد از اون میتونم یه عددهای بزرگتری رو ببرم توی اون حوزه سرمایه گذاری کنم وقتی چیزی یاد گرفتم و حرفی برای گفتن توش دارم. خب این دوستان، این حرفایی که بهتون زدم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ما اینجا کنار هم میخوایم توی این کانال بیشتر با هم صحبت کنیم. من حامد هستم، این کانال اسمش کریپتو پلاسه و ما سعی میکنیم روزانه یا هفتگی در مورد یکی از این موضوعاتی که بتونه به هممون کمک کنه صحبت کنیم. شما هم اگه دلت میخواد میتونی کانالمو سابسکرایب کنی که بتونیم ویدیوهای بعدیمو ببینی، یا توی کامنت ها نظرتو بهم بدی. حتما اگه سوالی باشه یا نظری باشه من اگر بتونم حتما جوابتون رو میدم. همه اینا به خاطر اینه که بتونیم یه خورده پیشرفت کنیم. متاسفانه میگم کامیونیتی ایرانی یه خورده ضعیفه تو این حوزه و این واقعا اذیت هم میکنه که چرا مردمان ما که با سختی پول در میارن تو این شرایط اقتصادی اینقدر راحت هیجانی میشن و پولاشون رو از دست میدن. حیف واقعا، حاصل دسترنج و زحمتاتون رو به آسونی از دست ندید به حرف 4 نفر که اطلاعاتی ندارن و بیشتر شومنن و بیشتر به فکر منافع خودشونن، دنبال پول در آوردن از ویو شما یا از فالو کردن شما، دنبال کسب درآمد برای خودشونن و برایشون مهم نیستش که شما حاصل دسترنج ماهاتون و سالاتون رو به راحتی تو یک شب میتونید از دست بدید توی این حوزه. انشالله دیگه این اتفاقا نیفته. من دوست دارم در مورد این قضیه بیشتر با هم صحبت کنیم تا اطلاعات همگیمون بیشتر بشه. حتما از نظرهای شما هم استفاده میکنم و در آخر موفق، پرسود و پرپول باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.